اینک دوستان عزیز ما با دخترکانی دوست رویت چلنجی نوبتی دویدن ما به سوی استادیوم میریم انشالله در اونجا چلنج را شروع میکنه همه دختران رو جمع بس کردم و شما تماشای خوب گیراسکوتر دوستان عزیز ما در پارک اسپارتاک حضور داریم میدوند مقام اول گیراسکوتر مقام دوم 100 سومون مقام سوم 50 سومون با همین دخترکا ما موفقیتی و پیروزی آرزو دارم همیشه با پیش تاجیکستان با پیش آفرین این ما پارک اسپارتاک در آمدیم دوستان عزیز نورسان آینده ملتن با سپورت ورزش باید مشغول باشند نه با تلفن بوک میکری و غیره ها سپورت سلامتی ملت آینده ملت انا ما با پارک اسپارتاک آمده انا دخترکان در حیرت موندن که این قدر دیستانس رو چی خیلی میدوند آیا نمیجا ستارت سر میکنیم انا میخیل میدوین میبیوین انا میخیل در انا میجا فینیش میکنیم آفرین اینک چلنج ما بازی سر میشود با همه شما دخترکان موفقیتی آرزو دارم ما در اینجا 5 نفر گرفته ایم 5 نفر از 10 ساله تا 13 ساله سن سال دخترکانی کانسامول که نو اتاقج کراساویتسی نام شما سمیرا بانو مکتبی چند میخونید 55 آفرین شما سعیده مکتبی چند 21 آفرین مکتبی 21 شما رابیه مکتبی چند میخونید 20 20 آفرین شما آیشه مکتبی چند 21 آفرین مکتبی 21 شما مریم بانو مکتبی چند میخونید 20 آفرین شما مکتبی 20 21 و 55 همه وقت با پیش امروزه بازی را فهمیدید کسی مقام اول میگیرد یکم گیراسکوتر دوم جا 100 سومون پول سوم جا 50 سومون چهارم پنجم رو بعد یک فکر میکنیم شما تیاره آفرین حاضی سر میکنیم مریم سمیرا سعیده رابیه و آیشه 1 2 3 آفرین دوی آفرین رابیه و مریم یکم و دوم مقام رو گرفتن اینم دوم سمیرا آمده آفرین سمیرا سعیده سیوم باشو سیوم آیشه بانو آفرین دخترها خیلی دویدن خیلی مهنت کرد شینه دم بگیرین یکم جا رابیه بانو شدن دوم جا مریم بانو و سوم جا شما سوم جا آیشه چهارم جا سمیرا و پنجم جا سعیده بانو من میخواستم همه تانیا که اگر یکم جا گیرین که با همه تانیا تای گیراسکوتر ولی قانون سپورت شونین است مقام اول ما رو رابیه بانو گرفتن لونی پریز گفتم گیراسکوتر مرحمت این گیراسکوتر از شما و شما موفقیتی سر بلندی آرزو دارم و مقام دومی ما را مریم بانو گرفتن ما گفتیم که 100 سومون پول مبارک باشد و جای سومی ما 70 سومون و جای چهارم و پنجم 50 سومونی اینک و مدالی مقامی اول رو برای بانو آفرین و مقام جای دوم رو با مریم بانو بده دست خرسک زنی شما آفرین دوستان شما که و باشون و مقام جای سیوم و آیشه بانو همه تون روزی
آفرین دوستان подписаться کنه و چالش آینده را از دست ندین. این بچه‌ها هم در اینستاگرام حتما بنویسن اشتراک میکنن. با شما بچه‌ها همه وقت موفقیتی سربلندی سپورت آینده ملت است و برای سلامتی شما حتما ضرور است. تاجیکستان او молодец. این دوستان خاطی ما که ابراد خانه می رویم. انا اویسا بونو подписаться کنین و چالش نو از دست ندین. مقصد من همه وقت برای خورسندی کودکان و زغمن کردن برای سپورت. کسی میتونه سپانسری کند، دستگیری کند با خوبتر و زیباتر و پریزهای خوبتر خواهم داد. با شما موفقیت سربلندی سلامت باشه. با یاردم میتونیم تا خونه هاشون هم میبریم گیراسکوتر. تو داداری روبیایی یکم جا گیریم. آفرین. دادرش هم ایتانی اپاش خرسندی داره که گیراسکوتر برید و میدونه که گیراسکوتر اپاش های نمیکنه خودش های میکنه. مدالا را نگیرین، مدالای فخر شماست. این از دوستانی عزیز همه که ترکانی این دوست رو یک رو که ما بعد چالش خانه به خانه یک تا به یک تا برده در دست پدر و مادرش که اجازت گرفته بودیم آوردیم و برده با دست پدر و مادرشون میرسونم. هر یک تا اینها رو دانه به دانه به دست پدر و مادرشون میرسونیم. مرحمت امانتی شما رو به شما میسپاریم. سلام علیکم مکه جون. با شما موفقیت خیلی ورزش در زور بوده. خداوند عمری دراز و پرفیض و پربرکت بگردونه. سلامت باشین. خدا نگهبان تو رو بیابونو. خب تا چالش های آینده را اکیم روزو سلامت باشه. دودون دودون در اینجا موزیکا اینو پاگدی میبیه. آیشا بانو را حاضر در خانه اشان میسپاره. اینک در خانه اشان هیچ کس نبوده است تا نسپاره ما از اینجا نمیرویم. سلامت باشین.